یک جوان میخواد شهرت یابدن در بین خلق، نامی خود را زنده گرداند به عالم جاویدان. یک جوان میخواد شهرت یابدن در بین خلق، نامی خود را زنده گرداند به عالم جاویدان. فکر کرد و عاقبت یک چاره پیدا نمود، کند و نامش را بر روی سنگ و زان شد شادمان. فکر کرد و عاقبت یک چاره پیدا نمود، کند و نامش را بر روی سنگ و زان شد شادمان. گفتمش آن سنگ را سیلاب اگر از جا برد، سازد آن را در یگان جای زی چشمی کس نهان. یا کفد آن سنگ از گرما و از سرمای سخت، نامی تو گم می شود بی شبه با سنگ از میان. یا کفد آن سنگ از گرما و از سرمای سخت، نامی تو گم می شود بی شبه با سنگ از میان. گر تو خواهی زنده باشی سالهای بیشمار، عمر بینی جاویدانی تا جهان دارد بقا. از تهی دل خدمتی خلق و دیاری خویش کن، ثبت کن نامت به قلبی مردمانی با وفا. از تهی دل خدمتی خلق و دیاری خویش کن، ثبت کن نامت به قلبی مردمانی با وفا. ثبت کن نامت به قلبی مردمانی با وفا. خنده خورشید تابان از برایم دولت است، صبح پاک تاجیکستان از برایم دولت است. کشور من تازه رنگ است از بهار دوستی، زیستن همراه یاران همراه شمایان هموطنان عزیز از برای ما گروه ایجادی دولت است. درود و سلام و پیام ما را بپذیرید هموطنان نهایت ارجمند. برنامه فضا هست نوربخش خاندان شما در این شام زیبای زندگی و مهمان برنامه ما هستند حافظ خلقی تاجیکستان استاد عبیدالله کرامت با گروه ایجادی که همه شما را من خوش آمدید میگویم به تلویزیون سفینه. استاد امکان دارد که در این شام زیبا سلام و پیغام و پیام و درودتان را به حق و همسایه ها، به نزدیکان و پیوندان و به مخلصان و کل هموطنان برسانید. سلام گرم و جوشان خود را به کل تماشابینان آینه نیلگون
برنامه فضای تلویزیون دولتی سفینه میرسانم و به همه خانه آبادی خوشی های زندگی را تمنا دارم. سلامت باشن. تشکر زیاد. استاد، نخست میخواهم صحبت را با شما اطراف پشت سر شدن سال 2023 آغاز کنم که این سال برای شما همچه یک فرد هنرمند، همچه یک نفر ایجادی چگونه سال بود؟ این سال برای من سالی فراموش ناشنودنی بود و من فخر میکنم که در این سال سپری گشته عنوان حافظ خلقی تاجیکستان را صاحب شدم و این مرا وادار میکند که باز هم تازه به تازه ایجاد کنم، به خلق وطن خود خدمت ارزنده کنم و باز شعرهای نو به نوی وطن دوستی، تربیوی، زمانوی را ایجاد نموده پیشکش مخلصان خود نمایم. سپاس بی اندازه. کارهای ایجادی چطور بودن استاد؟ کارهای ایجادی خوب بودن. سرودهای نو ایجاد کردیم، شعرهای نو ازیاد کردیم، شاگردان را تربیه کردیم و با آنها یعنی که همکاری کردیم که آهنگ‌های نو سرایند و هم از جهت تئاتروی هم از جهت فولکلور با انسامبل فولکلوری نسیم قراتاق، هم از جهت من هنرمندی آوازخوانی، خیلی ایجادکاری ها یعنی پیشکش مخلصان گشت. بسیار خوب است. یعنی که قرار ننشستید از همه خوب کار کردید، کار ایجادی کردید، شاگردان رو تربیت کردید، این دیگر فال نیک است. البته اکنون هنرمند باید که توقف نکند، دائما در ایجاد باشد. درست. اگر در ایجاد نباشد قفا می رود. بله درست. از مثال ایجاد نکند، اگر هر روز ایجاد کردن گرفت، هر روز نه، هر روز مشق کردن در کار، یعنی برای یعنی که پرقوت کردن آواز، مشق‌های آواز کردنش در کار، شعرهای شاعران را ازیاد کردن در کار، لیکن باز هم نو به نو ایجادیات خود را اگر براه نماند همون دلش قرار نمیگیرد هنرمنده. یعنی این از هنرمند اصیل البته درک میده، هنرمند کسبیت خود را دوست میدارد. تشکر. استاد، یک سوال را میدهم بعدا به قسمت صحبت دیگر میگذریم. من اصلا از زمان خردی ترانه های شما را میشنیدم، چون در روی صحنه بودید، هستید و همیشه یک چیز رو من مشاهده میکنم که بسیار با تمکین ترانه میسرایید، بسیار با تمکین در صحنه مناسبت میکنید. این رسالت رو از کجا آموختید؟ نکن هر یک سرود طرز اجرایش خود را دارد. سرودهای رقصی یعنی که شوخ رنگ، یعنی که ضربایشون یعنی که چی میگن، وادار کننده رقص، آنها دیگر نمود یعنی که ایجاد میشوند و هنرمند خود را دیگر خیلی در صحنه احساس میکند. ولی که سرودهایی که معنیدار هستند و فلسفیشون بلند است، معنیشون بلند است، آنها این فکر قطعی، این با شعور، همین صنعت همین است که اون حرکت و عملی که با شعورناکی اجرا می شود، همون صنعت هنرمند رو باز هم یعنی که سینتز می شود با سرود. بله پیوستگی پیدا حرکت هایش هم، طرز سراییدنش هم، یعنی که لحن آوازخوانی رو یعنی که وابسته به همون سرود باید اجرا کند، در همون بکار برد. بسیار خوب. ترانه نخستینی که سراییدید از البته که بابای لایق بزرگوار بودن و گفتید که پیش از برنامه را آغاز کردن اینجا ما با برنامه فضا 4 ترانه استاد لایق را البته آوردیم، با طور زنده اجرایش میکنیم. چگونه آهنگ بندی کرده ترانه نخستین را؟ این یعنی که شعر استاد لایق این شعر تربیوی است. این برای جوانان است. برای جوانان که جوانان بسیار میخواهند شهرت پیدا کنند و در اینجا استاد لایق گفته است که
همون جوان با که تو در روی سنگ نامت نوشتی خواستی که جاویدان ماند لیکن یک گرما و سرما می شود سیل می بیاد و سنگ می برد نامت به شبه همون سنگ قطعی گم می شد تو بهترش خدمت خلق کن دیارت کن هم در همون دل خلق نامت ابدی می ماند یعنی به مثال همون مصرهای بزرگوار که ثبت نام خویشتن در سنگ خورش شرط نیست بله بله زنده و نامی که در دلهای مردم جا در دلهای مردم اگر این استاد لایق اینجا گفته است یعنی به جوانان که با مهنت شغل ورزن بله درست است کدام کسب و کاری که دارن به درجه بلند رسند و در همان کسبیت یعنی که معروف شوند بسیار خوب تشکر استاد ترانه دوم مال استاد لایق است و این ترانه چی نام دارد این ترانه را چگونه آهنگ بندی کردید و امیدوار هستم که آماده اید به سرای چگونه است راستی گپ سرودی باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم وقتی که همین کسی که همین شعر را خواند همین در دلش زمزمه کرده میخواند وقتی که یک بار قرائت کرد دوم بار الکی او تاثیر میکند و در جوانی گذشته یعنی که چی میگویند یک همون کودکی گذشته و دیگر اون نوازش های مادر دیگر تکرار نمی شود اون نوازش ها رفت بله در آنجا گفته است که من باز میخواهم همون نوازش مادر را یعنی که احساس کنم لیکن نیست تنها در خاطر می آورد بله یعنی که نوار خیال بله من این در مصرع های دیگرش است که باز گل تعقیبی بافم از گل خودروی کوه از گل نوروز و از قاقو و از حلبوی کوه باز روی سبزه ها افتان و خیزان پانی هم کوه ها و دشته ها را در دل خود جا دهم این طبیعت زیبای وطن است بله استاد اینجا هست که آخه شخصی نیست که در همون دههش به وایه رسیده دههش را پزما نشود بله دوست ندارد درست است تمام طبیعتش را این همون وطنداری است وطنداری است که یعنی که در قلب جولان در قلب در دل جا کردن در کار همین بله. خدمت کردن در کار از ته دل تشکر دوستان عزیز ترانه دوم رو میشنویم و بعدا برمیگردیم باز به صحبت باز میخواهم که از نو کودکی نادان شوم باز میخواهم که از نو کودکی گریان شوم در سر زانوی مادر باز بنشینم دمه گریم و خندم سرم را سیل بنماید همه در سر زانوی مادر باز بنشینم دمه گریم و خندم سرم را سیل بنماید همه بافم از گلی خود روی کن از گل نوروز و از قاقو و از حلبوی کن باز روی سبزه ها افتان و خیزان پانی هم کوه ها و دشت ها را در دل خود جاده هم کوه ها و دشت ها را در دل خود جاده هم
عاشق زاری کند بر من شو آید باورش خط برم از او و خط آرم جواب از دل برش تا سحر در توی خانه بیت خانی ها کنم در حق نو خانه داران بیت مانی ها کنم در حق نو خانه داران بیت مانی ها کنم من چی میخواهم خدایا من دیگر کودک نخواهم شد دریغا لیک آدم هر قدر سالار و پر ارمان شود لیک آدم هر قدر سالار و پر ارمان شود باز میخواهد که از نو کودکی نادان شود باز میخواهد که از نو کودکی نادان شود تشکر زیاد استاد برای پیشنهاد ترانه و خیلی عالی سرای دید. واقعا آهنگم خوب بود، یک گنجایش خوب در شعر داشت و گمان میکنم که بیننده هایی که همین حالا از اون سوی دوربین ما رو تماشا کردن صدها آفرین و احسن هم خوانده ایستادند، چون که واقعا تاثیرگذار بود. یک تصویر عالی رو شما در رشته مثلا آهنگ کشیدید که دیگر گمان میکنم عالی و عالی و عالی بود. سلامت باشید. محبت با هنر، دوست داشتن کسب فرد را، یک نفر هنرمند را، یک جوان هنرمند را مشهور میکند، محبوب میکند. به نظر شما چگونه است؟ این همش از همین اراده خود همون شخص وابسته است. اگر ارادهش قوی باشد که دانش خود را، هنر خود را یعنی مکمل گرداند، برای این باید مهنت کرد. درست است. درست است. من همه خیلی میفهمم. یکم اوی سر رو هم سفید کردید در راه صنعت و هنر چگونه است؟ گاه پشیمانی نبود که چرا من برای این قدر دشوار اومدم، این راه این قدر خسته پذیر است، این راه از من بسیار مثلا زحمت های زیاد رو طلب کرد؟ البته حافظ بزرگوار گفته است که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. بله. باید مرد همون مشکلی های همش پسی سر کند، فقط مهنت کند. درست است استاد. همون وقت که مهنت کردی، دانشت مکمل شد، هنرت زیاده شد، مشکل آسان می شود. البته یگان هنر به مشکلی نمی شود. یعنی گفتم که باز برای همین اراده قوی در کار، یعنی که فقط کوشش و غیرت کردن در کار. خب از اون افتخار دارد که واقعا شاید از 30 سال زیاد است که روی صحنه هستید و عمری با برکت خود را صرف زحمت های راه صنعت کردید. از این اقبال بلندتان افتخار دارید؟ میگد که آب اگر بر پای خود ریزی مترس. ترس از آن که نریزیش به سر. عمر کوتاه است لیک از این مترس. ترس از عمر درازی بی ثمر. همین عمر ثمرآور باشد. در همین خاندان چی میگد؟ خوشبختی باشد، تنجی باشد، خنده و سر باشد، حرمت و احترام باشد، فرزندها در زندگی موقع خودشان را صاحب شوند، صاحب علم و کسب و کار شوند، نبیره ها خنده کرده بازی کنند. این همین بخت انسان است. همش درست است. در کار نیز اگر فعالیت نیز همش اگر پیش رود با وجود مشکلات هم، این همش برای همون هنرمند یک اقبال بلند است. بله. من دیدم که استاد با دسته هنر خیلی با احترام هم صحبت می شوید و خیلی یک همکاری خوب دارید در آماده کردن مثلا ترانه ها، در اجرای چه نوازش‌هایی که در آهنگ ها مثلا صرف می شود، در کار می شود، دسته هنری کمک میکنند؟ البته هنرمند دائما چی میگه در تنظیم است، یعنی که در مشق و
اینجا استادانی عزیز هستند. من این شاگردانی ما به من کمک میرسونن در ایجادیات. وقتی که ما میشینیم کار میکنم، مثلا من استاد ملیک جان بولتاєв، عمر علی جان، چند برنامه‌های تلویزیونی شد با ما همکاری دارن و اون در اسباب ارغون من پسرم نشسته است نیکروز، گرچنده که ترجمان زبان‌های خارجی هم باشد لیکن به صنعت خیلی شغل دارد. غیر این برای کمک همین انتخاب شعرهای وی همین کارگرای کتابخانه ناحیه هم به من بسیار یاردم میکنن. اما کدام کتابی گفتم در رو میبیارن، من از آن شعرها در کدام وصف نباشد، خواه در کدام ایدی نباشد، خواه ایدی نوروز، خواه ایدی استقلالیت، ایدی زنها یا که این جشنی مثال دیگر روزها میشوند به من یاردم میکنن، همون ادبیات رو دسترس میکنن و ما همراهی هنرمندان مطربان به تمرینی همین آهنگ سرودها شغل می‌ورزیم. یعنی با جمع مثلا مردم ایجادی هم کاری دارید؟ البته. این اقبال بلند است. آفرین استاد، تشکر. ترانه سوم هم البته که با قلم استاد لایق شیرعلی است و این ترانه چی نام دارد استاد؟ و این ترانه نامش کتابی سنگین است. این سراپا پند است، مخصوصا کتابی استاد لایق برآمدگی از سنگ مزار. بله. یعنی که بسیار کتیبه های خوب دارد، معنی دار و این از همین سر شده است. بله. خب همین یکمش که درباره من از زندگی هر آنچه از دنیا گرفتم به دنیا باز سپاریدم. بله. دوم مصرعی هست درباره گم کردن مثال جوانی یار گفته است که رفت جوانی گفته است، نه تو باز آمدی و نه جوانی به بیت سنگ را آباد کردم. و سوم مصرعهایش این درباره دوست گفته است که دوست چگونه باشد، باید بی‌غرض. که گفته است بیا همین کاشانه من منور کن، با دلی پر بیا، یک دلی پر از چی میگن؟ پر از مهر و محبت. پر از مهر و محبت بیا که همین کاشانه من گلستان شود گفته. تشکر استاد. و ما و بیننده های واقعا فرهنگ دوست تلویزیون سفینه همین حالو آماده هستیم که مصرعهایی که بابای لایق واقعا با پند و حکمت بر رشته نظم کشیدند و استاد عبیدالله کرامت بر رشته آهنگ در آوردند بشنویم و در این شام زیبای فصل دی راحت کنیم. آماده هستید؟ آماده هستید. سلامت باشین. تشکر. بروی سنگی قبری خاکساره چون این حق گشت بیت آب داره. مرا با خواهشی من نافریدند ولی با خواهشی خودم نمردم. هر آن چیزی که از دنیا گرفتم به دنیا بازو چون قرضش سپردم. هر آن چیزی که از دنیا گرفتم به دنیا باز
چون قرضش سپردم. بسنگی آب شست لیس و هموار، چون این لفظ تو از یاری وفادار. به طریق لها فریاد کردم، جوانی تو را من یاد کردم، یاد کردم، یاد کردم. نه تو باز آمدی و نه جوانی، به بیت سنگ را آباد کردم. ای نه تو باز آمدی و نه جوانی، به بیت سنگ را آباد کردم. دیدم در یک بالاری خانه، چون این بیت است از استان شانه. بیا مهمانی من شوی برادر، گلستان کندم کاشانه من. بیا هرگاه، بیا هرگاه و دستی خالی اما دلی خالی نیاب بر خانه من. بیا هرگاه دستی خالی اما دلی خالی نیاب بر خانه من. دلی خالی نیاب بر خانه من. تشکر استاد عزیز برای پیشنهاد ترانه و سپاس به اهل رامشگران که واقعا نوازش‌های زیبا رو اجرا میکنن، همراهی میکنن که این واقعا یک البته به کار رنگ و ریب دیگر میبخشد. و من میخوام استاد چند چیز دیگر از شما بپرسم، چون ایسا به فرجام برنامه رفته ایستادیم و بعدا ترانه چهارم را بسرایید. آبادی که در کشور عزیز ما از استقلالیت، صلح، وحدت و یگانگی به ایجاد شما هنرمندان چگونه تاثیر میرساند؟ همین آبادی وطن دیده هر یک شخص یعنی کرته کرته گوش میگیرد. سلامت باشین. چهرهش گشوده میشد. بله. چقدر مهمان ها میبیایند. ما میرویم به مهمانی به دولت های همسایه، آنها میآیند. وقتی که البته وقتی که اومدن ما منظره های زیبای وطن را به آنها نشان میدهیم و فکری آنها رو میگیریم. راستیگه ده را از شهر قریب فرق نمیکنید. درست است. البته شهرها چقدر ساختمان های طرز نو یعنی معماری پیش رفت
چنان زیبا شدند کوچه ها، این سرسبزی باغ ها و کوه و دامن دیار و این چی میگن، این مهنت جوانان، یعنی کوشش و غیرت جوانان ما. وقتی که میبینیم که جوان ها چقدر صاحب علم شده ایستادن و در دیگر سامانه ها میبینیم که جوانان ما چقدر در دنیا یعنی که نام برآورده ایستادن از جهت علم. خب این آبادی شهرها، اینقدر ساختمان مکتب ها، اینقدر باغچه ها، طبابت خانه ها، اینقدر فراغت خانه ها و این همش یعنی که آبادی است. این در سالهای پیش این نبود اینقدر. البته ما تاثیر نمیموند. البته بله، ما میفخریم که وطنی آباد و آزاد و زیبا داریم. بله، تشکر. با اندیشه شما هر یک هنرمند باید در تربیت نسل جوان هنرمند چگونه دست داشته باشد؟ باید هر یک هنرمند، میگن که همو یک مقال است، یک مقال است که اون چیزی که خود داری باید به دیگران دهی. هنرت باشد. مثال گهواره ساز هنری گهواره سازیش رو به شاگردش، نازکی‌هاش رو فهماند. یا که عالم ها جوانان را از جهت علمشان تربیت کنند. خب استادان شاگردانشان را، یعنی که هنرمند نیست باید شاگرد تربیت کنند. پگاه میپرسند که همون سرایدی، من همون مورگی سرایدی یا از جهت صورتهای خلقی فولکلوری و یگان شاگرد تربیت کردی یا نه؟ البته باید جواب دهی. اگر که تربیت کرده باشی با دل پر میگویی که ها من شاگردهای من چند نفرشون من الکی در جاده هنر موقع خود را صاحب شدن و همون وقت شخص شاگردت برآمد در چند جا گفت که استادی من به من کسب را نازکی هایش را آموخت. خیلی استاد باید فخر کند. بله، سلامت باشین. تشکر. و ما نیز با امید همکاری ها با هنرمندان، با اهل ادب و ایجاد و قلم وطن عزیزمون هر لحظه آماده ایم. در تلویزیون سفینه باز است و همیشه تلاش میکنیم که برنامه های سودمند و سازگار رو برای واقعا ملت و وطن آماده و تهیه بسازیم. تشکر استاد برای همکاری، برای آمدن و برای پیشنهاد ترانه هایی که در این شام زیبا برای بیننده های فرهنگ دوستاری ما کردید و امید میبندیم که این آخرین صحبت ما سر همین سفره نباشد. سلامت باشید. تشکر. به شما نیز سپاسی به اندازه برای آمدنتان. ترانه چهارم رو استاد میگوید که این ترانه چی نام دارد و بعد شنیدن پاسخ با شما خیر خوش میکنیم. این یکی از ترانه های بسیار مشهوری استاد لایق شیرعلی است. این در حیات همه گذشتگی هستین. این ترانه حیاتی هست، حیاتی است کی در آوان 18 سالگیش شب بی پیچ و تاب آرام خفته است، کی در آوان 18 سالگیش به نام دختر شعری نگفته است. سلامت باشید. تشکر. آماده اید که بسرایید. مرحمت. سلامت باشید. بیننده های عزیز، اینجا ما رسیدیم به انجام نشر این شامینه برنامه فضای تلویزیونی سفینه و ترانه انجامی را حافظ خلقی تاجیکستان استاد عبیدالله کرامت می سراید. برای شما شام زیبا و شام خوش آرزو میکنیم تا نزدیکترین دیدار. کی در آوان 18 سالگیش شب به پیچ و تاب آرام خفته است، کی در آوان 18 سالگیش به نام
دختر شعر نگفته درونی درس و از استاد پنهان به نامی دختر ختمه نوشتم تراویش‌های احساسی دلم را برای یار خوش قدمه نوشتم به او من نامم دادم نهانی درونی برگوهای گل نهاده تو را من دوست می‌دارم چو مجنون چه حسنت باد عشق من زیاده تو را من دوست می‌دارم چو مجنون چه حسنت باد و عشق من زیاده پشتی کرسی از استاد پنهان قطاری کاکلش را می شمردم و با زنجیره موی مهینش دلم را بسته بر او می سپردم دلی من کاغذی ننوشته بود درونامی ورابین بودم شبانی نورسی ناکار و دیدم با او از سادگی دل بسته بودم شبانی نورسی ناکار و دیدم با او از سادگی دل بسته بودم ولی حیفا صدای زنگ آخی صدای انتهای عشق ما با تو گویی از جوانی گذشته زیدشتی دور چون بانگی در آبا هوسا چون سبقها رفت از یاد جوانی هم شدیری بر خطاره رضا بوده ما از آرزوها جوانی لیکو از ما نارضاره رضا بوده ما از آرزوها جوانی لیکو از ما نارضاره جوانی لیکو از ما نارضاره